فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقد قال تعالى في محكم الكتاب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما بعد، فقد قال تعالى في محكم الكتاب الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دوستان نهایت گرانقدر و بینندگان عزیز چانل یوتیوب و فیسبوک ما، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان به عمل میارم. امید است که جور و صحتمند باشید و از گزند روزگار در امن الهی بوده باشید. مطلب را که امروز میخواستم برای شما بیان بدارم تا حد توان، تا حد فهم خویش. مسئله این است که اسلام عزیز تاکید نموده که مسلمان ها همیشه باید در آموختن و نوشتن و یاد گرفتن و علم دین و علم دنیا پیشتاز باید باشند. چون ما امت اقرا هستیم، ما امت قلم هستیم و اولین آیات را که الله متعال بالای نبی معظم اسلام علیه السلام وحی نمود، آیاتی است که همه ما شما به او آشنایی داریم که الله متعال به طور واضح فرموده اقرا، از خواندن گفته باسم ربک الذی خلق، به نام او ربت که تو را خلق کرده و یا مخلوقات خلق کرده. خلق الانسان من علق، انسان از علق خلق کرده است. میبینیم که کتاب ما شما، دین ما شما سرمشق از آیات متبرکه است، از آیات رحمت است، از آیاتی است که انسان را از جهل نجات میده و انسان را به قله‌های بلند علم و تمدن و انسانیت میرسانه. مگر ما چرا فکر نمیکنیم در این آیات متبرکه که الله متعال گفته بخوان، بر او پیامبر معظم اسلام فرمود که بخوان، یعنی ما امت کتابت و نوشتن هستیم. و در سوره دیگه که سوره که قلم است، نون و قلم و ما یسطرون، از قلم یاد شده است، از فکر یاد شده است، از تمدن یاد شده است، از ترقی، از ساختن، از اختراع نمودن. ولی چرا مسلمان ها امروزه روز در یک جای بند ماندن و عقل خود را در آیات متبرکه کلام الله مجید با کار نمی اندازند و دیگران بالای ما باداری میکنن و ما غلام شده ایم؟ از زمان رسول الله علیه السلام تا 120 سال قبل امت مسلمه و یا امی کاروان فهم، ترقی و تمدن و اختراع و تجربه و اقسام علوم از طریق مسلمان ها برای ملت های دیگر برمغان رسید. بهترین دانشمندان را ما داشتیم و داریم، بهترین شعرا را ما داشتیم، مفسرین را داشتیم، علما را داشتیم، مؤدبین داشتیم، کسانی بودن که مهندس بودن، انجینیر بودن، اختراعات بزرگ داشتن در تاریخ که اگر شما حتی در گوگل برین در دوج نامشان بتین میبینین که شخصیت های بزرگ بودن که ملت های دیگر از ایشان دوزی کردن، علم را به نام خود ترویج دادن، گفتن که ما ایره به بشریت پیشکش کرده ایم و یا اختراعات ما کرده ایم. برعکس مسلمان ها بودن که اختراعات بیشتر داشتن. چرا او مسلمان ها پیش قدم بودن؟ سلف صالح ما، مسلمانان ما قبل ما، ولی ما در تنگنا قرار گرفته ایم و ما در حالتی هستیم که قلم از دست ما گرفتن و تفنگ در دست ما دادن و ما عوض این که از قلم خود استفاده کنیم، از تفنگ استفاده میکنیم. عوض این که از زبان خود استفاده کنیم، از دست خود استفاده میکنیم ولی یک دیگر
مانند ببخشین حیوان عمل میکنیم. به خاطر که با پیروی از قرآن میکردن، پیروی از سنت مطهر رسول کرم اسلام میکردن. زمانی که با قرآن بودن پیشتاز بودن. زمانی که ما قرآن را کنار گذاشتیم ما شدیم پشت سر و به عرض معذرت یک حیوان یک خر آمد قافله را رهبری میکند و ما پیروی از او میکنیم. پس میبینیم که الله متعال تاکید کرده و پیامبرش تاکید کرده راجع به علم، خواندن، نوشتن. مگر ما خو اتم اختراع نکردیم؟ ما را خو الله متعال یک کتاب داد. پیامبر ما به بشریت یک کتاب آورد که قرآن است و این قرآن کلش نوشته شده. 1400 سال پیش کاتبان وحی بود و نوشته میکردن. علما بودن در بینشان، در بین اصحاب کرام کسانی بودند که با قلم خیش دنیا را تغییر دادند. قوانین اسلامی دنیای بشریت را از تاریکی نجات داد، در روشنی انسانها را داخل نمود. میبینیم زمانی که دیگران زن را، مشرکین در او زمان زن را هیچ ارج و احترام قائل نمیشدن، اسلام آمد و گفت که شما اجازه ندارین دخترانتان زنده به گور بکنین. اسلام آمد و گفت که هیچ فرق بین بشر نیست، هیچ فرق بین سیاه و سفید نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما کسی است که نزد الله متعال، نزدیکترین تان کسی است نزد الله متعال که تقوا داشته باشه. پس میبینیم که در اسلام کسی که پیسه داره و کسی که پاسپورت داره و کسی که رنگ پوستش سفید است و سیاه است و سرخ است، این کدام اصل نیست. در اسلام اصل تقوا است، پرهیزگاری است، انسانیت است. اسلام عزیز بود که برای بلال حبشی، غلامی که در نزد کسان غلامی میکرد و رنگ سیاه داشت و او را توهین و تحقیر میکردن، اسلام عزیز او را عزت بخشید و در پهلوی کسان دیگه مانند ابوبکر و عمر و امثالهم، الله ازشان راضی باشه، پیامبر وی را استاد کرد و گفت شما کلتان برادر هستین، اینما المؤمنون اخوتون. اسلام بود که انسانها را از اسارت نجات داد. اسلام بود که برای انسانها گفت شما قلم بگیرین، تفکر کنین. افلا یتدبرون القرآن یتفکرون یعقلون تعقلون. ای آیات متبرکه را وقتی که انسان میبینه و میخوانه میفهمه که انسان، ما مسلمان های امروزی چقدر پسمان شده ایم. ما پیروی از چی میکنیم؟ کتاب را کنار گذاشته ایم. زمانی که برای کسی توصیه میکنی که قرآن را بگیر و پیروی که از او، بازو دیگه چیز نمیفهمه. او در قرآن آمده که دست دوز باید قطع شوه و کسی که زنا کنه سنگسار باید شوه و این نهان شوه. بازو آیات احکام بر ما پیش میکنه، دیگه بسته قرآن را یعنی که رد میکنه، نعوذ بالله. پس ما مسلمان ها ضرورت داریم به خواندن. بیاین یک دفعه رجوع کنیم، امی قرآنی که برای ما آمده میره مکملا ما یک دفعه بخوانیم. زمانی که به عربی خواندیم ببینیم به فارسی و دری و پشتو و لسانهای دیگه باید را بخوانیم. در ممالک دیگر مثال میتونم آلمان را، زمانی که اینها مسلمان میشن و قرآن به لسان خود میخوانن و میاین باز به دلخواه خیش، به خوشی خیش، بدون کدام جبر اسلام میآورن. ما کستیم بازار مشکل کشه بازور سر اسلام میپرتیم، هیچ نمیفهمیم. امی یک آیت قرآن را که ما در نماز میخوانیم سر از مو باید تدبر کنیم، تفکر بکنیم که از ما الله چی خواسته و ما برای چی خلق شده ایم. پس مهم است عزیزان گران قدر و مهربان که ما قلم در دست بگیریم، بگذاریم از جنگ و برادرکشی و تفنگ کنار بگذاریم. دیگران میخواهند که تفنگ من و تو بگیریم و یکی دیگر خود به قتل برسانیم که و دیگرها باز بالای ما حکومت بکنن. همینطور نشد. میبینیم که جنگ و بدبختی را در ممالک ما وارد میکنن، از ما را، نخبه های ما را از ما میگیرن، دانشمندای ما را از ما میگیرن، بدنام میکنن، علمای دین ما را بدنام میکنن. کسانی که در راه انسانیت و اسلامیت خدمت میکنن او را بدنام میکنن. مگر به صدها عالم دین را از بین نبردن؟
اهل قلم، اهل علم، کسانی که ما باید او را مورد احترام قرار بدیم، ما از ایشان نفرت میکنیم. یک مشکل عمده است. جهل یک مشکل بسیار کلان و یک مشکل بسیار کلانی است که الله متعال، یعنی می جهل و غفلت، کسی که این جهل و غفلت را داشته باشه مقامش از ایوان هم که در پایان است. پس ما ضرور است باید بدانیم و ما خود را به این مرحله باید برسانیم که قرآن را به معنا بخوانیم، تفکر کنیم، تدبر بکنیم، در پی علم دین باید باشیم. و پیامبر علیه السلام فرموده که طلب علم فرض است بالای کل مسلمان ها، چی زن باشه و چی مرد باشه. جهل را الله متعال خوش نداره. پیامبرش دوست نداشت جهل را. پیامبر تشویق میکرد، در این راستا کمک میکردن دیگران را که مردم کتابت یاد بتن. مگر اسیران مشرکین را در غزوه بدر زمانی که پیامبر اسیر کرد، که اسیر گرفتشانه، از ایشان خواهش نمود که شما آزاد میشوید در صورتی که شما اولادای مسلمانان را کتابت و نوشتن یاد بدهید. پیامبر علاقه داشت، خودش اصحابش نوشته میکردن. همین قرآن نوشته شده، ما شما به بشریت یک کتاب آوردیم. الله ما برای ما یک کتاب روان کرده، یعنی منظورم از کتاب آوردن که پیامبر ما یک کتاب که قرآن است برای بشریت تقدیم کرد، که در اولین آیاتش نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی بشریت باید بگیره این کتاب باز کنه، خود مسلمان، بعد از مسلمان دیگران، که به نام الله رحمان و رحیم. الله رحمان و رحیم، اللهی که خلق کرده است انسانها را و موجودات را و نوشته کرده است که ما رحمان و رحیم هستم. چرا ما تفکر نمی کنیم؟ ضرور است برای ما شما، این ضرورت عمده ماست که روز ما باید، بازم میگم، زبان خود را نگاه کنیم، دست خود را نگاه کنیم، بگیرین قلم را، اشتباهات یکی دیگه خود را با قلم اصلاح کنیم. با توهین، با دشنام دادن، با کشتن، زدن، با کندن اصلاح نکنیم. قلم را در دست بگیریم، کتابت را بگیریم، کتاب را بگیریم که قرآن است، بخوانیم. در قرآن همه چیز الحمدلله نوشته است. کتاب آسمانی است. در ظرف 1400 سال کسی نتونسته که یک حرفش تغییر بده. پس از این که در معجزه کلان چی میخواهیم ما مسلمان ها؟ الله عزت بخشیده، ما شما را بهترین امت خطاب کرده، کنتم خیر امه. ولی خیر بودن ما در چی است؟ اخرجت للناس، ما مردم به خوبی نصیحت کنیم و از کار بد دستشان برداریم. ولی زمانی که خود امت در جهل قرار داشته باشه، جاهل باشه، از علم خبر نداشته باشه، از کتابت، از نوشتن، این جای تأسف است که در مملکت ما زیادتر از، فکر کنم که 85 یا 90% مردم در جهل قرار دارند، در بی‌سوادی. اما او سواد هم برای ما با کار نمی آید که ما دین را کنار بگذاریم. باز او سواددار، او کسی که با سواد است، دیپلم داره، امرای نکتایی خیش بیای مردم مظلوم بیچاره را بکشه و بدره و دزدی کنه و غارت کنه، او سواد هم به درد نمیخوره. همه چیز باید در یک چوکات انسانیت باید باشه. یعنی سواد بودن خوب است، اعتقاد انسان مهم است. انسان با ایمان، با عزت، با سواد مقامش بالاتر است نسبت به انسانی که در جهل می باشه، عقیده خود را درست نمیدانه، دین خود را نمیدانه، عبادات خود را درست نمیدانه. پس عزیزان گران قدر و مهربان، برای ما شما الله متعال توصیه کرده که ما باید والعصر، قسم یاد کرده به زمان، این الانسان لفی خسر، که تمام انسان ها در خسران هستند. باز استثناء کرده الله متعال الی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح میکنن. تو که یک پل آباد میکنی عمل صالح است، تو که دست یک بیچاره و غریب میگیری عمل صالح است، تو که یک کس را از در حالت فقر و بیچارگی کمک میکنی عمل صالح است، تو که یک شفاخانه میسازی عمل صالح است، تو که دکتر میشی با عمل صالح مردم را کمک میکنی عمل صالح است، انجینیر میشی. این کارا باید شوه، این مهم است برای ما شما، این از ضروریات ما است.
اما ما برای کسان ضرورت داریم که انجینیر باشه و عقیده و عملش هم صالح باشه. اگر نه هر کسی بیایه باز با عمل خود یک چیز الله متعال برش میته در دنیا، ولی مهم است برای ما شما که رجوع کنیم به کلام الله مجید. عزیزان گران قدر و مهربان، ما به می صحبت ها اکتفا میکنم. انشالله که در برنامه های بعدی باز هم مطالب را خدمت شما از آن بیان خواهیم نمود و توفیق از الله متعال میخوایم و از شما عزیزان خواهش میکنم که برنامه های ما را تعقیب کنید و کانال یوتیوب ما را تعقیب کرده و در اونجا بسیاری دوستا پرسان میکنن که ما چطور به حساب سابسکرایب کنیم یا چطور. در اونجا یک زنگک هست، یک نشانی یک زنگ است که امور شما زمانی که فشار بدهید باز شما سابسکرایب کرده اید کانال ما را. خواهش است به دیگران هم به نشر برسانید. اگر اشتباهی بود شما میتونید که ما را اصلاح بکنید. دین نصیحت است. شب و روز خوش برایتان آرزو میکنم. الله متعال رایتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.